مردم شهرهای مختلف ایران نسبت به افزایش قیمت بنزین واکنش نشان داده و با خاموش کردن خودروهای خود در خیابانها اعتراض خود به این مصوبه سران قوه کشورشان ابراز داشتند. اعتراض به گرانی بنزین در بیش از 20 شهر ایران ادامه دارد. نتبلکس که سرعت اینترنت در سراسر دنیا را رصد می کند، گزارش داده که در بیشتر شهرهای ایران به ویژه در تهران، مشهد و شیراز سرعت اینترنت به شدت کاهش یافته است. با افزایش تجمعات اعتراضی به افزایش قیمت بنزین، نهادهای امنیتی با ارسال پیامک تهدیدآمیز به تلفن همراه شهروندان از آنها خواستند که تجمعات را ترک کنند. مقایسه یک طرف قیمت بنزین بدون مقایسه درآمد کارمند و کارگر و ارزش پول ملی کشورهای دیگر، یعنی محاسبه درآمد مردم با ریال و محاسبه هزینه‌ها با دلار، در شرایطی که رژیم بامداد روز جمعه را با سوء استفاده از تعطیلی آخر هفته در ایران برای اعلام سهمیه بندی و گران شدن بنزین انتخاب کرد، اما واکنش‌ها و اعتراضات به این موضوع در سطح گسترده‌ای بازتاب یافت. برخلاف موج حمایتی رسانه‌های رژیم، مردم معترض در چندین شهر به خیابان‌ها آمده و نسبت به گرانی بنزین و افزایش هزینه‌های ضروری زندگی اعتراض کردند. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در سیرجان، بهبهان، جوانرود، مریوان، سنندج، شیراز، اصفهان در پی تیراندازی‌های نیروهای امنیتی یا انتظامی به سوی مردم مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و شهید شدند. شهرهای مرند، گشساران، مشهد، زاهدان، بیرجند، بابل، شیراز، سیرجان، بروجن، کرج و بیشتر شهرهای کردستان از جمله شهرهایی بودند که جمعه شب شاهد اعتراضات گسترده مردم و سر دادن شعار علیه گرانی و همچنین سیاست‌های رژیم بودند. برخلاف آنچه که مقامات حکومت ادعا می‌کنند، اعتراض به 3 برابر شدن بهای بنزین تنها به صاحبان اتومبیل‌ها مربوط نمی‌شود، بلکه روی زندگی فرد ایرانیان تأثیر می‌گذارد. افزایش بهای سوخت موجب بالا رفتن نرخ همه کالاهای مصرفی و نیازهای روزمره مردم می‌شود و تورمی را که حتی در مرحله کنونی به ابعاد نجومی رسیده 10 پله بدتر خواهد کرد. بنابراین پیامد ناگوار گرانتر شدن بنزین روی سرنوشت روزانه همه مردم ایران تأثیرگذار است. پیش بینی کردن وقایع کاری بس دشوار است، ولی پاسخ پرسش را این چنین میتوان داد که اگر اعتراضهای مردم ادامه یابد، پیش درآمدی برای برافتادن رژیم خواهد بود.